سلام. امروز قرار به کمک ایشون دو مدل جوجه کباب خیلی خوشمزه درست کنیم. پس بزن بریم. واسه شروع ما احتیاج به مرغ داریم که من از سینه مرغ استفاده میکنم و تو مرحله بعد یه دونه پیاز رو هم خلالی خورد کنید. واسه جوجه زعفرونی به نصف مرغا پیاز، فلفل دلمه‌ای، سس خردل، آب لیموی تازه، نمک و فلفل و کمی زعفرون بزنید. مرغا رو کامل ماساژ بدید و 1 ساعت بذاریدش داخل یخچال. گردوها رو با هر وسیله که دم دستتون هست خورد کنید و به ما بقیه مرغامون پیاز خلال شده، گردوی خورد شده، کمی سبزی خشک معطر و رب انار، روغن مایه و کمی نمک رو به همراه زعفرون اضافه میکنیم و کاملا میکسش میکنیم. بعد از 1 ساعت استراحت مرغ رو از داخل پیاز خارج میکنیم و به سیخ میکشیم و میره که سرخ بشه. وسط های پخت مرغ رو بچرخون که دو طرفش کامل سرخ بشه و به این خوبی مغز پخت میشه. نوش جان. مرسی که با لایک و سیو ازم حمایت میکنی.